بقی بهانه‌ای برای فریب مسلمان‌ها. سالگرد ویران ساختن وهابیت، قبرستان بقی و حرم مطهر امام مجتبی سلام الله علیه و امام سجاد و امام باقر و امام صادق را که لکه ننگی است در دامن وهابیت، که این لکه ننگ با هیچ رنگی پاک نخواهد شد. ما این مصیبت را به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم اساره عالم وجود، اون نازنینی که به یمنه رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما تسلیت عرض می کنیم. باشد آن روز ببینند همه عالمیان، در بقی حضرت مهدی حرمی می سازد. با بی کسی و غربت غم می سازیم، با شیون و آه دم به دم می سازیم. سوگند به آن 4 قبر خاکی، یک روز برایشان حرم می سازیم. به حول قوه الهی به کوره چشم دشمنان اهل بیت و وهابیت پلید. بینندگان عزیز، مثل این که حربه‌های معمول در نزد آخوندها کمرنگ شده و باید بعد از این که دستهای آنها رو شده به ترفند جدیدی متوسل شوند و اکنون وقت بهانه قرار دادن بقی برای فریب مسلمانان رسیده است. در حالی که ذریها و بناهایی که در بقی وجود داشت نه از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و نه از زمان اهل بیت و اصحاب کرام رضوان الله علیهم و نه از زمان تابعین و خیرالقرون رحمهم الله، بلکه در زمانی ایجاد شده بود که مسلمانها از تعلیمات اسلامی دور شده و به بعضی بدعات و خرافات گرویده بودند و اهل سنت با احیای سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان تمامی قبور را به حالت اولیه برگردانده و مانع ترویج بیشتر این بدعات و خرافات شدند. و ظاهراً آقای قزوینی فراموش کردند که بقی تنها آرامگاه فاطمه زهرا رضی الله عنها و فرزندان بزرگوار ایشان نیست، بلکه مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها و دیگر همسران و دختران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و داماد بزرگوارشان عثمان ذوالنورین رضی الله عنه و 10,000 صحابه دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این مکان مدفونند. شیعیان ادعای محبت و دوستی اهل بیت علیهم السلام را بهانه و وسیله‌ای برای کسب مال و انجام اعمال شرک‌آمیز قرار دادند. لذا بسیاری از عوام شیعه به سبب حب و عاطفه‌ای که در دل نسبت به اهل بیت رضی الله عنهم دارند به زیارت قبور آنها می‌روند و معتقدند که این عمل آنها تعبیری صحیح از حب آنها به اهل بیت است. اما سوال اینجاست: هدف از محبت اهل بیت چیست؟ آیا محبت باید از جانبین باشد و یا فقط از یک جانب؟ بدون شک جواب هر مسلمان عاقل و مؤمن این خواهد بود که هدف اصلی ما محبت الله جل جلاله و سپس محبت متبادل با اهل بیت علیهم السلام است. و محبت ذات اقدس الهی وقتی حاصل می شود که دیگران را نیز فقط به خاطر او دوست بداریم و محبت ما نسبت به غیر الله مقید به شریعتی باشد که بر رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردیده است و هر محبتی که برخواسته از عواطف و احساسات و بدون در نظر گرفتن رضای باری تعالی باشد پوچ و بی‌معنی بوده و مورد قبول درگاه حق قرار نمی‌گیرد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و الله آمرزنده مهربان است.
پس در دنیای محبت پیروی شرط اساسی و مهم می باشد. جای بسی تعجب است که این معمم و همکیشان او به موردی معترضند که علاوه بر کتب معتبر اهل سنت، در کتب معتبر شیعه هم ده‌ها روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت رضی الله عنهم درباره آن وجود دارد که به صراحت مسلمانان را از ساختن گنبد و بارگاه و زیارتگاه بر سر قبرها منع فرمودند، که ما بعضی از روایات شیعه را در این مورد برای نمونه ذکر می نماییم. در الکافی جلد 3 صفحه 202 و وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 864 از جعفر صادق رحمه الله روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جز خاکی که از خود قبر بیرون آورده شده، خاک دیگری بر آن ریخته نشود. 2. در وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 869 از جعفر صادق رحمه الله روایت شده است که امیر المؤمنین علی رضی الله عنه فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا به مدینه فرستاد و فرمود: هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموار ساز. 3. در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 135 و وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 868 از امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند: کسی که قبری را بازسازی کند یا تمثالی بسازد، یقیناً و بدون شک از اسلام خارج شده است. 4. در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 135 از جعفر صادق رحمه الله روایت شده است که فرمود: هر چیزی که غیر از خاک خود قبر بر روی قبر گذاشته و یا ریخته شود، بر مرده سنگینی می کند. 5. در الاستفسار جلد 1 صفحه 216 و وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 869 از علی ابن جعفر رحمه الله روایت شده است که از موسی کاظم رحمه الله پرسیدند: آیا ساختن قبر و نشستن بر آن جایز است؟ فرمود: ساختن قبر و نشستن بر آن و گچکاری کردن و گل کردن آن جایز نیست. حال جناب علامه، آیا با وجود این همه روایات که دلالت بر منع ساخت و ساز بر روی قبر و وعد و وعیدهای خطرناک و امر به تخریب آن دارد، تخریب گنبد و بارگاه‌های ساخته شده بر روی قبر اطاعت از دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه است و یا مخالفت با اسلام؟ آیا شما دین را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه بهتر فهمیده اید که ایشان امر به تخریب گنبد و بارگاه نموده اند و شما امر به ساختن آن دارید؟ آیا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی قبر ایشان گنبد و بارگاه ساخته بودند و یا امام علی رضی الله عنه در دوران خلافتش برای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا قبر فاطمه زهرا در بقیع گنبد و یا بارگاه ساختند؟ و یا اینکه محبت دروغین شما به پیامبر و فاطمه علیهم السلام از محبت علی رضی الله عنه به آن دو بزرگوار بیشتر است؟ بینندگان گرامی، آخوندهای رافضی معتقدند که موجودی خیالی که او را امام زمان مینامند، بعد از ظهورش مسجد الحرام و مسجد نبوی و دیگر مساجد را خراب نموده، حجر الاسود را به کوفه منتقل می کند. مراجعه شود به وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 436، الکافی جلد 4 صفحه 543، تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 452، بهار الانوار جلد 53 صفحه 11 حدیث 50369، الوافی جلد 1 صفحه 215. و به زعم آقای قزوینی در بقیع حرمی می سازد، یعنی که مساجد را خراب و قبرستانها را آباد می کند. علاوه بر آنچه گذشت، آقای قزوینی بر 4 قبر خاکی سوگند یاد کرده مرتکب شرک دیگری می شوند، چون به غیر از الله متعال و اسماء و صفات مبارکه او به چیز دیگری سوگند یاد کردن شرک است. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند: من حلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که به غیر از الله سوگند یاد کند مرتکب شرک شده است. و در روایتی: من حلف بغیر الله
فلیس من الله فی شیء. کسی که به غیر از الله سوگند یاد کند نزد الله جایگاهی ندارد. مراجعه شود به سنن ابو داود جلد 3 صفحه 223 شماره حدیث 3251، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 110 شماره حدیث 1535، مستدرک سفینة البحار جلد 2 صفحه 370، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 236 شماره حدیث 29520، من لا یحضره الفقیه جلد 7 صفحه 99. حال بینندگان عزیز، با توجه به موارد فوق، دشمن اهل بیت کیست؟ کسی که عواطف و خواسته های خود را پیرو دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت قرار می دهد و یا فردی که دستورات دین را تابع هوا و هوس خود می گرداند. آقای قزوینی، شما که احیا کننده سنت را پلید می نامید، برای امام زمان مجهولی که خانه کعبه و تمامی مساجد روی زمین را تخریب می کند چه لقبی شایسته است؟ حقاً که دجال هم پیش این موجود خیالی شرمنده است.